های گایز، چطوری بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل کد فیندوایتی. بچه‌ها پس از مدت ها اومدم با آموزش شاتگان شلاقی. البته توجه کنید فقط شاتگان نیستش، با کل گانا میتونید شلاقی بزنید، از جمله رایفل، SMG، LMG، اسنایپ، شاتگان، همه چی. آره بچه‌ها، بعدش شاتگان شلاقی یا همون شلاقی زدن با کل گان ها کلا دو تا مدل داره که بتونی بزنی شلاقی رو. اولیش با اسنوبورد، دومیش بدون اسنوبورد هستش یا همون با نایف. آره توی این ویدیو همه چی رو بهتون گفتم جلوتر. راستی اخبار گان لژند رایگانی که قراره به جای CR MX بیاد هم اومده دستم. اگه واقعی باشه و کلیک بیت نباشه براتون ویدیوشو میسازم و براتون آپلود میکنم. آره دیگه بچه‌ها، این یارو هم که میبینید خیلی ادعا میکرد تو مولتی رنگ، آوردمش یه دوئل بزنیم ببینیم کی به کیه. به قول کردام الان عکس کپتی استراتور، یعنی الان به گوزگوزو کردن افتاده. خب داداشی تا اینجا اومدی نمیخوای یه ساب به ما بزنی؟ داش یه لایک، یه کامنت، راستی اون زنگوله رو هم بزن دیگه. خب ببینیم بریم یکم گیم پلی ببینیم و بریم سراغ آموزش. There, keep it up. Taking the lead. خب بچه ها بریم سراغ آموزش. بچه اولی اسنوبورد پیدا میکنید، میرید یه محوطه باز، یکم سرعت که گرفتید جامپو میزنید، جامپو زدید فورا لغو میزنید، بعد لغو فورا نایفو میزنید. اومدید پایین از اسنوبورد احساس سنگینی میکنه اسکینتون، بعد رفتید هر جا که دوست داشتین اول گوی گانو بردارید و یه جامپ بزنید همینجوری عادی، بعد میزن. ببین دوباره نه اینجوری نشد، دیدی سنگینی نکرد اسکین. کم بریم ببینیم اینم نشد، یکی دیگه ببینیم میشه. اینو میزنیم ببینید سنگینی کرد اسکین. الان گانو برمیدارید یه دونه جامپ میزنید، تمام. اینم به همین راحتی. خب بچه ها رسیدیم به آخر ویدیو، امیدوارم که یاد گرفته باشید و تا عمر دارید انمیا رو با شلاقی بزنید و فشاریشون کنید. نوکر شما فیندوایتی.